در ولایت سوخت سمیناری آموزشی گذرانده شد. موضوع آن اخلاق رسانه‌ای و مسائل خود تنظیم کنی واسطه‌های اخبار عامه در تاجیکستان بود که متخصصان با گروه کارمندان واسطه‌های اخبار عامه و دانشجویان عاید به اخلاق رسانه‌ای صحبت کردند. هدف اساسی بلند برداشتن اخلاق رسانه‌ای میباشد که هنگام انعکاس مطلب بیشتر از آن رعایت کردن نمی‌شود. ترینینگ نخستین رو در ولایت سوخت برگزار کنیم و اقدام من بعده ما در این سال تطبیق مکانیزم های گوناگون خود تجربه کنیم در فعالیت ژورنالیستان هم ولایت سوخت و هم جمهوری می باشد. سمیناری مذکور در شهر خوجند گذرانده شده گروه ژورنالیستان منطقه های ولایت را فرا گرفت. با جز از کارمندان واسطه‌های اخبار عامه اینچنین دانشجویان شعبه ژورنالیستیک فاکولته فیلولوژی تاجیک اشتراک نمودند. هدف رعایت نمودن معیارهای اخلاقی هنگام آماده کردن مواد و یا انعکاس گزارش‌های مخصوص به حساب می‌رود. زیرا امروز فضای وسیع اینترنتی نه تنها برای خبرنگاران اینچنین برای شخصان علاهیده در مثال بلاگرها آزاد است و در آن بیشتر معیارهای اخلاقی ژورنالیستیک رعایت نمی‌گردد. این موضوع در شرایط کنونی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا رعایت معیارهای اخلاق روزنامه‌نگاری امکان می‌دهد تا هر مواد رسانه‌ای برای مخاطب خود، برای اودیتوریای خود موضوعها و مسائل را پیشنهاد کند که از اهمیت اجتماعی برخوردار باشد و برای هم مخاطب و هم برای روزنامه‌نگار یا رسانه مشکلی خاصی را به میان نآورد. به خاطر اینکه رعایت اخلاق روزنامه‌نگاری و اخلاق رسانه‌ای در شرایط پیشرفت‌های فناوری‌های جدید، فناوری‌های نوین، ما امروز شاهد هستیم که یک روزنامه‌نگار از نظر فناوری یا تکنولوژی به امکانات دسترسی دارد که مثلا 2-3 سال پیش تصور نمی‌شد. همین پهپادها یا درون هایی که گفته می شود مثلا به پرواز می آیند و از جاهای فیلم برداری می کنند که در صورت رعایت نشدن معیارها، رعایت نشدن معیارهای حقوقی و دیگر امکانات فناوری و تکنولوژی که امروز وجود دارد، مسئله معیارهای اخلاقی و رعایت آن را حساستر از گذشته کرده است. بنابراین روزنامه‌نگاران با حضور و شرکت در چنین نشست‌ها با شرایط کاری جدید، نوین آشنایی بیشتر پیدا می‌کنند و با توجه به فعالیت و بررسی های از سوی انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان انجام شده با معیارها یا استانداردهای پیشرفته در این زمینه، نوگانی هایی که وجود دارد آشنایی بیشتر پیدا می کنند و در فعالیت روزمره روزنامه‌نگاری خود به کار می گیرند. سمیناری مذکور غیر عادی گذشت. چنده از دانشجویان اختصاصی ژورنالیستیک فعالیت گروه خبرنگاران را مورد تنقید قرار دادند و برای بهتر نمودن محتوای مواد و رعایت شدن معیارهای اخلاقی فکر و عقیده هایشان را پیشنهاد کردند. نوبسته از دوخوره بودن فکرها در سمیناری مذکور معیارهای اخلاقی رسانه‌ای آموزانده شد. جهانگیر میرسلیموف دلیل سنج میگوید که چنین آموزش‌ها باید بیشتر شود تا مطلب‌های خبرنگاران به معیارهای اخلاقی جوابگو گردد. که بررسی شده است، بسیار بحث‌های جالب صورت گرفته است. من فکر می‌کنم این بسیار خوب است برای آن که مثلا در نتیجه چنین بحث‌ها یک نتیجه یا یک خلاصه خوب و یک خلاصه نسبتاً بهتری حاصل می‌شود و همون من بعد همون به تکیه کرده به همون خلاصه مثلا اشاره کرده مناسبت میکنه و بسیار خوب است که وقتی که جامعه ژورنالیستی از بس که یکی از استحصال کنندگان اساسی مواد در رسانه‌های به قول کلاسیک هستند، رسانه‌های کلاسیک در نظر داریم، تلویزیون، رادیو و نشریه‌ها رو، از بس که
бо ҷомеа сари кор доранд, бо афкори ҷомеа сари кор доранд ва донистани талаботҳои меъёрҳои ахлоқии расонаӣ, донистани талаботҳои дурусти хуб нигориши мавод, донистани талаботҳои дурусти масалан истеҳсоли мавод барои ҷомеаи журналистӣ бисёр муҳим аст ва фикр мекунам аз ҳамин тренинг як натиҷаи хубе ба даст меояд ки минбаъд дар маводи ҷомеаи журналистӣ ҳамон чиз эҳсос мешавад. Агар камбудиҳо бошад бартараф мешавад. вазъи риояи меъёрҳои ахлоқӣ дар фазои иттилоотии Тоҷикистон, моҳияти ахлоқӣ расонаӣ ва худтанзимкунӣ воситаҳои ахбори умма аз ҷузъҳои мавзӯъҳое буданд, ки дар семинар бештар таваҷҷӯҳ карда шуд. бояд таъкид кард, ки чорабинии мазкур дар асоси лоиҳаи таҳкими Ассотсиатсияи миллии воситаҳои ахбори уммаи мустақили Тоҷикистон тавассути таҳияи харитаи роҳ оид ба рушди ассотсиатсия, инчунин тарғиби этикаи воситаҳои ахбори умма ва механизмҳои худтанзимкунӣ дар матбуот ташкил ва баргузор карда шуд. гузориши Мафтунушкурова, Несим Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.